سلام. امشب همراهتون هستم و میخوایم در مورد کاسکیدینگ حرف بزنیم و اینکه اصلا کاسکیدینگ چیه و چجوری پیش میاد و چطور میتونیم اونو هندل کنیم. کاسکیدینگ، یا بهتر بگم حالت آبشاری، یه حالت خاصی هستش که حالا میتونه توی ریاکت هم پیش بیاد، توی خیلی از موارد دیگه هم هستش، ولی ما میخوایم الان توی ریاکت اینو بررسی کنیم. خب از اتفاقاتی که اینجا میفته این هستش که ما بعضی وقتا یه دونه ممکنه یک کامبو باکس یا لیست داشته باشیم یا اتو کامپلت داشته باشیم که به هم مرتبط باشن. یعنی اینکه ما زمانی که میخوایم شهر یا استان رو انتخاب کنیم، قاعدتا شهر اولویتش به نسبت استان پایین تر هستش، یعنی ما باید حتما استان رو انتخاب کنیم بعد به شهر برسیم. تو همچین حالتهایی هندل کردن استیت و نشون دادن یا بایند کردن دیتا میتونه چالش برانگیز باشه. و مورد دیگه ای هم که هستش، مورد این هستش که ما بیایم اون موارد اینپوت، مثلا که وابستگی به هم دارن، یه سری اینپوت ها هستن که به هم وابسته هستن، مثل پسورد، دو تا پسورد، مثلا کانفرم پسورد و پسورد، مثل اینکه ما ولیدیشن انجام بدیم طرف اسمشو یا یوزرنیمشو تو پسوردش نذاره و مواردی از این دست. طی 2 آموزش من میام همه این موارد رو بررسی میکنم و راه حلاشو هم میگم. دیگه بستگی به خودتون داره که چجوری بخواید یه همچین چیزی رو پیاده کنید. خب برای یه همچین کاری ما پروژمون رو میاریم و شروع میکنیم به ادامه مبحث. من از پروژه خام میخوام این کار رو انجام بدم، یا مثلا میتونیم از خود متریال یو آی هم برای این کار استفاده کنیم. خب من متریال یو آی رو برای این کار میارم. من یه صفحه جدید درست میکنم توی پروژه متریال یو آی یا MUI Journey و اسمش هم میذارم کاسکیدینگ فور یا اینپوت. اسمش رو میذارم کاسکیدینگ اینپوت. سری بعد میریم سراغ دراپ داون که 2 تا دراپ داون درست کنیم که به هم وابستگی داشته باشه. خب کاسکیدینگ اینپوتس رو من درست میکنم و همین کامپوننت هم به عنوان پیج بهش دسترسی خواهم داشت. خب من میام این کامپوننت رو به این شکل ایجاد میکنم، کاسکیدینگ رو من درست میکنم. خب کاسکیدینگ رو درست کردم و ریترنش هم یک المنت خالی برمیگردونم. مثلا می نویسم به فرض مثال که کاسکیدینگ اینپوتس یا همچین چیزی. حالا میریم توی اپروچ که داشتیمش و اون رو تو اضافه میکنیم برمیشه. پس اسمشو من میذارم روت، پسشو میذارم کاسکیدینگ اینپوتس و المنت هم برابر همون المنتی میذارم که اینجا داشتیم که اسمش کاسکیدینگ اینپوتس بود. خب حالا پروژه رو اجرا میکنیم و میخوایم در حالی که این 2 تا کنار هم هستش پروژه رو روش اجرا کنیم. خب میریم به کلاس با پورت که پروژه روش ران هستش رو میاریم بالا و همینجور که میبینید که این صفحه اومده بالا. خب تو این قسمت ما میایم یک سری المنت رو تعریف میکنیم. یکی از اونا رو من میذارم اینپوت میذارم و میخوام ساده اینو پیاده کنیم، یا میتونیم از خود متریال یو آی هم استفاده کنیم، حالا بستگی به خودمون داره، چون توی داخل
پروژه متریال یو آی هستیم میتونیم از خود متریال یو آی استفاده کنیم. پس من میام از یه سری تکست فیلد استفاده میکنم، به ترتیب تکست فیلد ها رو من اضافه میکنم به این شکل که مشاهده میکنید. حالا ایمپورتش هم میکنیم از خود لایبرری خود متریال یو آی و به این شکل من میام وریانتش رو حالا خودش تعیین کنه، نمیخواد بعد فول ویدثش میکنیم که کاملا ویدث رو بگیره. به این شکل پایینی هم به همین شکل انجامش میدیم. حالا نیم میتونیم بهش بدیم، نیمش رو میذاریم به عنوان نمونه، یا اگه نیم نخواهیم بذاریم میتونیم مثلا نیم نذاریم. حالا من لیبل براش میذارم. اولین لیبلی که میخوام بذارم میذارمش مثلا نام. دومی رو میذارم مثلا نام کاربری و خب و یه دونه حالا تکست فیلد دیگه هم درست میکنم و اینو میذارم حالا رمز عبور. و یک فیلد دیگه هم میذاریم برای تکرار رمز عبور، یعنی میخوایم وابستگی داشته باشه، مخصوصا مثلا رمز عبور با تکرار رمز عبورش وابستگی داشته باشه. میخوایم یه همچین چیزی رو بررسی کنیم و شرایط یا ابهاماتی که ممکنه به وجود بیاد و مشخص کنیم. خب من اینو اتچ میکنم اینجا که ارورا یا حالتهای خاص رو مشاهده کنیم. برای فرم من میام از آن سابمیتش استفاده میکنم، به این شکل یه هند سابمیت مینویسم و داخل خود کامپوننت هم میام از خود چیز استفاده میکنم. من اسپیس اینو درست کنم، هر بار 4 تا میزنه. خب دیگه اوکی شد. خب یه دونه هندل سابمیت درست میکنم، یه فانکشن خیلی ساده. خب اینجا قاعدتا یه دونه ایونت میگیره و داخل این یه فرم ایونت داره به این شکل. حالا فرم ما میخوایم پریونت دیفالت کنیم که وقتی که مثلا رو حالا من دکمه رو یادم رفت، دکمه سابمیت رو میزنیم نمیخوایم فرم پست بک بشه. خب با این کار دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت. مثلا من اینجا می نویسم ثبت نام. خب این میشه فرممون. من میرم تو صفحه‌ای که هستش کاسکیدینگ اینپوتس رو میارم. خب اینجا به این شکل اومده. حالا ما میتونیم از خود پیپر استفاده کنیم، یعنی پیپر رو بیاریم. البته یک موردی هم که هستش لیوت رو نیاوردیم به خاطر این خیلی بزرگ شده. حالا از پیپر هم استفاده کنیم بدک نیستش. خب میایم اینجا پیپر رو ایمپورتش میکنیم به این شکل و از لیوت هم استفاده میکنیم. خب لیوت میاریم و از لیوت این صفحه استفاده میکنیم که این صفحه یکم حالتش بهتر باشه. خب این آپدیت شد، به این شکل میبینیدش که حالا فیلدامون اومده. میتونیم یه مقدار رو ظاهرش کار کنیم. من چون میخوام یک مقدار حالتش مشخص باشه مجبوریم یک مقدار مثلا روی ظاهرش هم کار کنیم. حالا من میام اسمالش میکنم که زیاد دیده نشه، مثلا زیاد بزرگ نباشه. فول ویستش رو برمیدارم، پشیمون شدم بزرگه. خب اینم برمیداریم. البته یک موردی که هستش این چون از استک استفاده نکردیم به این شکل در اومده. حالا من پیپر رو کوچیک‌تر میکنم که سایزش یک مقدار مثلا کوچیک‌تر باشه. حالا از S6 استفاده میکنم، S6 رو میارم، استایل پروپرتی S6 رو پر میکنم، یه بیست هم براش میذارم مثلا 250 پیکسل به این شکل. حالا یه مارجین اوتو هم بهش میدیم که تو صفحه وسط صفحه قرار بگیره. یه پدینگ هم بهش بدیم، یه پدینگ مثلا 5 هم بهش بدم، یک مقدار 3 بهش بدیم، بیتسش هم یکم بزرگتر. خب
حالا میخوایم به تکست فیلدها دونه بدونه یه دونه مارجین بدیم که از هم تفکیک بشن. یک مقدار از SX استفاده میکنیم مجددا، ام باتن رو میزنیم به صورت آبشاری گفتیم میدیم بهش 2 پیکسل، دو تا مثلا 2 واحد خوبه. خب یک کروشه کمه، حالا با این شکل مثلا فاصله گرفتن از هم خوبه. ثبت نام هم حالا داریم، میتونیم یه وریانت هم به ثبت نام بدیم یک مقدار بهتر بشه. حالا وریانتش رو مثلا به این شکل، وریانتش رو به این شکل بذاریم کانتین. خب خوب شد. حالا ما میخوایم یک ولیدیشن ساده براش بنویسیم، ولیدیشن هایی که خودمون میخوایم تعریف کنیم. خب به ازای هر کدوم از اینا ما میخوایم یه دونه هندل چنج درست کنیم. مثلا من اینجا هندل چنج درست میکنم، ببخشید آن چنج میذارم و به ازای هر کدوم از اینا یه دونه هندل چنج درست میکنم. حالا این یه حالت و مشکل هستش، حالا مشکلات کامل بررسی میکنیم. خب تو این حالت میخوایم به ازای هر کدوم از این فیلدها یه دونه استیت درست کنیم. خب یعنی این که مثلا من یوز نیم رو زدم چه اتفاقی بیفته و وقتی به ترتیب یوزر نیم پس میشه set user name use state به این شکل. خب و password set password و use state رو مجددا میاریم و همینو میاریم، ولی این میشه confirm password که میشه به قولی تکرار رمز بود. میتونه repeated باشه، میتونه confirm باشه، هر اسمی که خودتون مثلا میتونید بذارید. زیاد روی اسم حساس نیست. confirmed password یه همچین چیزی. خب یه دونه تایپ هم به استیتا بدیم. پس به هر کدوم از استیتا یه دونه ما استرینگ میدیم که استرینگ داشته باشه و مشکل کنترلبل هم نداشته باشه. خب قاعدتا از چی استفاده میکنیم؟ از یه دونه استرینگ خارجی استفاده میکنیم، چون ما میخوایم این آیتم ها رو به هر کدوم از این تکست فیلدها بدیم. یعنی به چه ترتیبی؟ به این که مثلا من نیم رو میدم به نیم و آیتم های دیگه. خب پس به ترتیب نیم رو من میدم به اینجا، پس ولی اینجا میشه نیم. خب دومی یوزر نیم میشه چی؟ ولیوش میشه یوزر نیم و بعدی. خب نیم رو دادیم، یوزر نیم رو دادیم، پسورد و کانفرم پسورد هم میدیم. پس یه دونه میشه پسورد و یه دونه دیگه میشه کانفرم پسورد. پس ولیوش میشه confirmed password. خب حالا به ازای هر کدوم از اینا میخوایم یه دونه ما هندل چنج درست کنیم. حالا برای اینکه مثلا یه کار تکراری هستش من بخوام همه رو پیش ببرم، میایم اینجا اینو به این شکل می نویسیم، بازنویسی میکنیم، از هندل استفاده میکنم، هندل نیم مثلا. حالا متاسفانه انجام نشد. خب دونه دونه همینا رو من دستی درست کنم، هندل پسورد و هندل کانفرم پسورد. خب چند تا تابع متد درست کردیم که این متدها به ترتیب بیانگر این هستن که هر تغییری انجام بشه رو اون تکست فیلده میخوایم رو اینا اعمالش کنیم. خب پس ما چه اتفاقی میفته؟ کاری که باید انجام بدیم این هستش که یه ایونت هم براشون بذاریم. پس ایونت میشه چی؟ ایونت میشه react.change event، از خود ریاکت استفاده میکنه و کامپوننتی هم که مسئول این تغییر هستش اینپوت هستش. به این شکل ما این آوردیم و اگه بخوایم بهش دسترسی داشته باشیم قاعدتا میتونیم به این شکل مثلا به تارگت یا مقدار ولیو دسترسی داشته باشیم. پس این میشه چی؟ این میشه مقداری که تو ولیو صادر میشه. حالا من میام چیکار میکنم؟ میام اینجا مقدار رو چاپ میکنم. بنا نمونه مثلا من میام همین مقداری که داریم و سیو کردیم و میذاریم
به این شکل و به همین شکل مثلا چاپش میکنه. حالا دونه دونه همه این آیتم ها رو میدیم به فیلدهای خودش، به تکست فیلدهای خودش، یعنی به هندلهای خودش. مثلا اینجا من میذارمش، من اینجا و اینجا هم رو پیست میکنیم تو جای خودش. خب حالا میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته تو این کار. یعنی ما اگه تو نیم بزنیم، قاعدتا نیم اینجا هستش و چیزی تو خروجی نشون داده نمیشه، به این علت که ما نیم رو به عنوان استیت گرفتیم. یه ایمیوتیبل هستش، یعنی غیر قابل تغییر هستش، چون ما ایمیوتیبل یا غیر قابل تغییر رو آوردیم از طریق استیت استفاده کردیم، همون جوری که میدونیم. یعنی میوتیبل نیستش که ما بتونیم مقدار رو تغییر بدیم. خب برای این کار چیکار میکنیم؟ میایم اینا رو اوررایت میکنیم. پس ما میایم اینجا، یا بهتر من برای همشون اعمال کنم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا از ست استیت استفاده میکنیم و به ترتیبی هم خود فیلدهایی که هستش. خب اگه اینجا نگاه کنی یه دونه نیم، ما یه دونه اسم داریم. خب من همین اسما رو میدم به این شکل، یعنی ست نیم و یوزر نیم و اینا رو همه رو میدیم به این شکل، اسامی بهش میدیم و ذخیره میکنیم. اگه مشاهده کنید ما دونه دونه همون آیتم ها رو گذاشتیم. البته من باید ولیو میذاشتم. خب به این شکل. پس دونه دونه ما استیت ها رو گذاشتیم بر اساس همین. پس ما اگه تغییری توی تکست فیلد بذاریم، قاعدتا هم تو خروجی میبینیمش، همین که توی فیلد هم قرار میگیره. این کنترلبل هستش. حالا من میخوام آن کنترلبل بودن یه دونه کامپوننت هم اینجا نشون بدم. خب آن کنترل بودن یه دونه کامپوننت به این معنی هستش که ما وقتی که یک مقدار میدیم به کامپوننت، اون مقدار منطقی نباشه، یا به فرض مثلا نال بیاد، یا یک مقداری بیاد که نامشخص باشه. حالا من میام اینجا و میخوام اینو ببینم. خب اگه ببینیم اینجا کامپوننت رو میگه uncontrolled input. وقتی که ما undefined هستش، نمیشه تعیین کرد، یا به قولی نمیشه اینو در نظر گرفت. خب برای یه همچین مشکلی ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم از خود یک مقدار تغییر پذیر استفاده کنیم، مقداری که بتونه مثلا تغییر کنه، خب یا مقداری که مرتبط با اون اینپوته. خب ما میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از یه دونه مقدار رشته‌ای استفاده کنیم تا این آن کنترل بودن تکست فیلد بره. خب تا اینجای کار ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم به ازای هر کدوم از تکست فیلدها یه دونه استیت درست کردیم و گذاشتیم. خب تو این حالت ما میخوایم یه دونه یوز افکت در نظر بگیریم. خب یوز افکت رو میخوایم در نظر بگیریم و آیتم به آیتم بریم جلو. حالا میخوایم به ازای هر تغییری که انجام میشه برای نیم، برای یوزر نیم، برای پسورد و کانفرم پسورد، به این شکل کانفرم پسورد هم هستش. خب میخوایم این تغییر رو اینجا ببینیمش. حالا میخوایم ببینیمش و تعداد کال شدن اینو ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من میام فعلا این آیتم هایی که هستش کنسولا رو پاک میکنم، نیازی نیستش فعلا. خب من اینجا اینا رو پاک کردم. حالا میخوایم این تغییر رو ببینیم. اگه مشاهده کنیم میبینی به ازای هر تغییر این یوز استیت صدا زده میشه، یا بهتر بگم همه این استیت ها رو هم میتونه تلاقی داشته باشن یا رو هم تأثیر داشته باشن. یعنی اینکه مثلا من یه رمز عبور رو میزنم، باید روی تکرار رمز عبورم مثلا تأثیر پذیر باشه این تغییره. خب حالا چه زمانی همچین چیزی پیش میاد، یا کاسکیدینگ چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که ما بخوایم از ولیدیشن استفاده کنیم، یا بخوایم مثلا یک اعتبار سنجی برای فیلدامون داشته باشیم که نیم بتونه یه جورایی ما هم یوزر نیم و هم پسورد رو فورس کنیم که محتوی اون مقدار نباشه، محتوی نیم نباشه. خب
برای همچین چیزی یه ولیدیشن میخوایم. خب پس یه ولیدیشن باید بنویسیم. حالا ما میخوایم ارورایی که هستش و حالا ارورا هم نشون بده حداقل که ما ببینیم چه اتفاقی افتاده. پس ما میتونیم از یه دونه ارور هم برای هر کامپوننتی استفاده کنیم. من مجددا میگم این روشی که من الان مینویسم ساده ترین روش ممکنه. ما انواع روش‌های مختلفی برای فرم ساختن داریم که این اصلا اون حالت مثلا اون حالت بهتر یا افیشنسی یا حالت این که مثلا بهترین یا ایدئال ترین حالت ممکن باشه و نداره. به خاطر این من میخوام شما در جریان باشید که این فقط یه آموزشه و صرفا یه آموزش ساده است. یعنی این که مثلا روش حساب کنیم بگیم مثلا حتما باید روی پروژه اصلی خودمون این کار بکنیم، نه، نباید یه همچین تفکری داشته باشیم. فقط من میخوام یه همچین سناریویی رو بتونیم هندل کنیم. خب میم اینجا هر کدوم از اینا رو گذاشتیم. حالا یه ارور هم بهش میچسبونم. حالا میخوام یه دونه استیت به ازای هر کدوم از اینا درست کنم. همین استیت هایی که اینجا هستش مجددا کپی میکنم اینجا و همه ارورامو من میذارمش به ترتیب. خب یعنی اینجا من یه دونه ارور دارم و اینجا هم به همین شکل ارور. یعنی ما ارورا رو میخوایم داشته باشیم. خب حالا ما میخوایم بگیم چی؟ بگیم اگه مثلا بالفرض مثال اگه نیم نداشتیم، خب قاعدتا میخوایم یه اتفاقی بیفته. میگیم اگه نیم نداشتیم بلافاصله بیاد بگه نیم ارورمون بنویسه مثلا فیلد مثلا نام نباید خالی باشد. خب حالا میخوایم اینو ببینیم و برای اینکه مثلا ارورش هم حالا قرمز باشه شما میتونید از یه دونه پراپرتی دیگه هم استفاده کنید که اون ارور هستش. حالا من ارورش هم مینویسم به این شکل و دونه دونه آیتم ها رو بهش جایگزین میکنیم و برای اینکه مثلا ارور چون بولین هستش و نمیتونه مقدار نیمو بگیره، البته ارور من یادم رفت ارور باید بنویسیم، یعنی ارور رو ما باید براش اضافه کنیم. من مجددا بیارمش. پس این میشه چی؟ یه دونه ارور هم داره. پس ما از استیت های ارورش میخوایم استفاده کنیم. پس ما میتونیم به دو روش اینو بولین کنیم. از دابل علامه ترجمه میتونیم استفاده کنیم یا میتونیم از بولین هم استفاده کنیم. من به این شکل بسنده میکنم. حالا میایم مجددا نگاه میکنیم. خب اگه مشاهده کنید بار اول بدون اینکه حتی ما تغییری هم رو فرم انجام داده باشیم قاعدتا یه همچین چیزی اصلا میاد به ما میگه اصلا کلا نباید فیلد خالی باشه. خب برای هندل کردن یه همچین موضوعی ما میتونیم یه کار به خصوص رو انجام بدیم. یعنی میتونیم یه کاری بکنیم. میتونیم از یه دونه فلگ استفاده کنیم به اسم is dirty، به این معنی که مثلا فرممون مثلا کثیف هستش به اصطلاح، یا اینکه مثلا فرم دستکاری شده یا اولین باره داره از فرم استفاده میشه، که اگه اولین باره که استفاده میشه ارور نده، ولی اگه مثلا اولین بار نیستش ارور بده. خب بهتر اینه که به ازای هر کدوم از فیلدها همچین چیزی داشته باشیم. مجددا چون تایم جلسه کوتاه هستش و نمیخوایم به ازای هر کدوم از اینا داشته باشیم و نمیخوایم مثلا سولوشن اون پرابلمی که الان داریم خیلی بس بدیم و سولوشن هاشو مثلا به شکل‌های مختلفی اونو هندل کنیم. مثلا ما میتونیم از لیست استفاده کنیم، میتونیم از حالت‌های رف استفاده کنیم، میتونیم از خیلی از فرآیندها استفاده کنیم. من باز مجددا از یه دونه حالا ایز درسی استفاده میکنم فعلا برای اینکه فقط کارمون را بیفته و سریعا به اون موضوع اصلی بپردازیم و وقتمون تلف نشه. خب من میگم اگه از ایز درسی نبود بیاد چیکار کنه؟ بیاد ریترنش کنه. خب میگیم اگه دیرت یا مثلا تغییر انجام نشده باشه، یعنی اولین باره که همچین چیزی پیش اومده، اگه نبود چی؟ بیاد is dirty و مثلا
البته اینجا is dirty مثلا میگیم زمانی که مثلا نبود بیاد تروش کنه، چون این دومین باره که همچین اتفاقی براش میفته. خب میبینیم که دوباره این مشکل هستش، به خاطر اینکه ما توی حالت چیز هستیم، حالت دیباگ هستیم، یا بهتر بگم حالت دیولپمنت هستیم و 2 بار رندر میشه. اگه نگاه کنیم مثلا ما 2 بار داره رندر میشه، یعنی ما اینو برای پروداکشن جواب میده، ولی اینجا چون محیطش دیولپمنت هستش و الان مثلا عدد 0 اگه مشاهده کنیم 2 بار ما اجرا میشه کامپوننت که میاد بالا. حالا یه بارم برای باندر شدن خود استیت. خب پس فعلا من از این میگذرم و اینو واگذار میکنم حالا برای بعدا. خب به ترتیب میخوایم آیتم های دیگه هم اضافه کنیم، یعنی اینجا بیایم بررسی کنیم. مثلا نیم رو بررسی کردیم، به ترتیب همه گزینه ها رو بررسی میکنیم. خب میایم چی رو بررسی میکنیم؟ میگیم نیم رو بررسی کردیم، خب میایم یوزر نیم و پسورد و کانفیگ پسورد هم بررسی میکنیم. من اینا رو کپی کنم، یک لحظه من اینو اینجا رو اینجوری کپی کنم، بعد کل اون آیتم هایی که هستش مجددا من میدم بهش، میگم اگه نیم نبود، پسورد نبود و فلان نبود، به این شکل درش بیار. و قاعدتا میخوایم یک سری حالا چیزاش هم پر کنیم، مثلا میخوایم آیتم های دیگه هم پر کنیم. من ببینم دارمش اینجا. خب پس اینجا من اروراش هم پر میکنم، مثلا میگم فیلد نام نباید خالی باشه، مثلا نام کاربری نباید خالی باشد، فیلد رمز عبور نباید خالی باشد و فیلد تایید رمز عبور نباید خالی باشد. به این شکل. خب فرممون به این شکل اوکی شد. حالا میریم سر وقت این که یه تغییری رو اون فرم انجام بدیم، یعنی اینکه ما بخوایم یه سری کارا رو انجام بدیم. ما هر موقعی که اتفاقی که میفته، مرحله بعدی وقتی که ما اتفاقی میفته این فیلد خالی نمیشه، پس ما باید به ازای هر کدوم از اینا، اگه مثلا ولید بود که هیچی، اگه ولید بود که باید این ارورش بره، پس باید یه دونه ایف دیگه هم دوباره در نظر بگیریم، یعنی مرتبط به هم. یعنی ما میگیم اگه مثلا نیم مثلا نداشتیم ارور بده، اگه نیم داشتیم چی باشه، ارورش رو دیگه برداره. مثلا میتونیم یه رشته خالی بذاریم برای اینکه مثلا آندیفاین نذاشه. حالا میتونیم از آندیفاین هم استفاده کنیم، زیاد اینجا اهمیت خاصی برای ما نداره. خب میایم اینجا یوزرنیمش رو بررسی میکنیم، اگه یوزرنیم اوکی بود که هیچی ارور نداره، برای پسورد هم همینطور و برای کانفرم پسورد هم همینطور. خب میشه پسورد و کانفرم پسورد. خب تا اینجای کار رفتیم جلو و شرایط رو بررسی کردیم. خب میایم نام کاربری و سایر گزینه ها را میزنیم. البته چون همشون ست نیم ارور خورده به خاطر این مشکل، یعنی اون مشکلی که هستش رفت نشده. خب دونه دونه اینو اصلاح کنیم. ست یوزر نیم به این شکل، پسورد به این شکل و کانفرم پسورد هم به این شکل. خب ببینیم که یک ولیدیشن خیلی ساده رو ما آوردیم اینجا، آوردیمش. خب حالا مرحله بعدی چی هستش؟ مرحله بعدی این هستش که ما وقتی که نام کاربری مثلا نوشتیم حسن، میخوایم نام حالا مثلا رمز عبور رو میخوایم بنویسیم، نمیخوایم حسن از نام کاربری یا اسم طرف نشأت گرفته باشه، یا مثلا ما اومده باشیم یوزرنیم رو تو پسورد هم تکرار کرده باشیم. خب این برای سکیوریتی هستش، یعنی برای سکیوریتی هستش یا برای امنیت هستش که طرف نام کاربریش اگه بذاره تو پسورد امکان هک شدنش، مثلا کرک شدنش بیشتر هستش. میتونه، چون خیلی هستن مثلا از تاریخ تولد استفاده میکنن، خیلی هستن از اعداد متواری از 1 تا 9 استفاده میکنن، از A تا Z، از یه سری از این حالتهای ممکن که با گذاشتن یک سری کاراکتر بلند امکان هک شدن خیلی راحت تر امکان پذیر هستش. خب حالا
میایم اینجا بررسی میکنیم، میگیم چی؟ میگیم این که مثلا اگه پسوردمون، ما یه پسورد رو نوشتیم گفتیم رمز عبور خالی است. خب یک رول دیگه هم بررسی میکنیم اینجا، میگیم چی؟ میگیم اگه پسوردمون اگه شامل نیم باشه یا پسوردمون شامل فیلد دیگه ای باشه، بیاد یه همچین اتفاقی بیفته. حالا ما میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم. بگیم چی؟ بگیم مثلا ما یه دونه پسورد و یه دونه فکر کنم اوکی. خب میگم چی؟ میگم اگه مثلا پسوردمون شامل مثلا نیم باشه، کاراکتر نیم باشه، میگم چی؟ می نویسم اینجا، می نویسم که رمز عبور نباید حاوی نام کاربری باشه. خب حالا من اینجا فرض میکنم مثلا نام کاربری ما در نظر میگیریم، نامو در نظر نمیگیریم. خب و اینم زمانی هستش که ما شاملش بشه. خب میایم اینجا، میایم چکش میکنیم ببینیم کار میکنه یا نه. حسن نوشتیم، رمزو میذاریم 1 2 3 4 5 6 حسن و 4 5 فلان. خب حالا پسورد رو ما نوشتیم، قاعدتا باید ارور میداد. حالا بررسی کنیم ببینیم چرا ارور نمیده. خب میگیم پسورد اگه پسورد شامل یوزرنیم باشه در نظرش میگیریم. خب برمیگردیم به آموزشمون و مجددا بررسی میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اینجا اگه بررسی کنیم، من بار اول نوشته بودم نیم و نوشتم یوزر نیم و مشکل همین هستش. حالا من میخوام حسن من توی نام کاربری بذارم و ببینیم مشکل هنوز مونده و تغییری نکرده. حالا من خب این اتفاق، یعنی اتفاقی که اینجا میفته اتفاقی هستش که یعنی موردی هستش که ما باهاش مواجه هستیم، یا بهتر بگم کاسکیدینگ اینپوت بهش میگن. یعنی اینکه من میام حتی با اینکه نام کاربریم نوشتم، رمز عبورم باز همون توش هستش، ولی باز اتفاقی نمیفته. برای چی؟ برای اینکه ما یه بار گفتیم اگه پسورد بود، فارغ از اینکه هر اتفاقی بیفته تو بیا ایگنورش کن، بیا اصلا کلا اروش ایگنور کن. یعنی یه بار میره اینجا و دوباره میاد اینجا، و به خاطر اینکه این دوتا همزمان اجرا میشن، هیچ وقفه‌ای نداره، هیچ وقت این اجرا نمیشه. پس قاعدتا ما نمیبینیم. اگه مثلا این دوتا با هم اجرا میشه، یه قرمز میشه دوباره سفید میشه، و چون برای بهینگی میاد ریاکت جلو این کارو میگیره، خب یعنی تسکشو یه دونه در نظر میگیره به جای اینکه، چون بچ تسک هستش و این دوتا تسک همزمان اجرا میشه. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم اینو در نظر میگیریم، حالا این اولویتش رو میاریم بالا پایین. یعنی یه جورایی باید این اولویت بندی به چه شکلی باشه که این درست کار کنه. حالا اگه ما مشاهده کنیم میبینیم که چه اتفاقی افتاده. میبینیم که اینجا ایرور به درستی برای نشون داده شده. یعنی گفته چی؟ گفته این که نام کاربری رمز عبور نباید مشابه یا حاوی نام کاربری باشه، چون نام کاربری نوشتیم. پس این الان درست هستش. حالا برای تکرار رمز عبورم به همین شکل، ما رمز عبور باید هر دوتا شبیه به هم باشه. اگه هر دوتا شبیه به هم نباشه، باید توی کانفیرم پسوردمون ارور بده. خب برای همچین کاری میایم چیکار میکنیم؟ مجددا من میگم اینو باید بالاتر بذاریم، اولویتشو بالاتر میذاریم، یا بهتر بگم پایینتر میذاریم، چون از پایین به بالا اولویت داره. خب حالا ما میگیم چی؟ مثل همین که در نظر گرفتیم، این کلود در نظر میگیریم، کلوس در نظر میگیریم، میگیم پسورد. میگیم اگه پسوردمون مطابق کانفیگ پسورد باشه چه اتفاقی بیفته؟ اگه نباشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید بگه که رمز عبور با تکرار آن برابر
نیست. خب رمز عبور با تکرار آن برابر نیستش. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید مطابق این بنویسیم. حالا یه A می نویسم، اینم یه A. حالا این میشه یک موضوع که یک چالش که برای مثلا کسکیدینگ اینپوت باش مواجه هستیم. حالا برای بهینه کردن این من اینو میذارم برای یه آموزش دیگه، چون یکم تایم آموزش داره بیشتر میشه. یعنی برای بهینه کردن اینکه این همه استیت نخوره، این همه رندر نخوره، ما روش‌های خیلی بهتر و منطقی‌تر و اصولی‌تری هم داریم که بررسیشون خواهیم کرد، که من میام اینو نگه میدارم که بعداً بتونیم اینو مجدداً درست کنیم. آموزش بعدی میذاریم روی کسکیدینگ دراپ داون یا سلکت که اونو توی جلسه آینده توضیح خواهم داد.